سلام به شما. امروز میخوایم ببینیم چرا دموکراسی ها که خب همشون یه اسم دارن انقدر تو دنیا با هم فرق میکنن. یه سری منابع داریم، به خصوص یه متن به اسم انواع دموکراسی که خب سرنخهای جالبی میده. میخوایم بفهمیم چی باعث این همه تفاوت میشه. دقیقاً. نکته کلیدی اولم اینه. ببینید، دموکراسی یک چیزی یه شکل و یه اندازه نیست. نمیشه یه قالب برداشت گفت همینه. بیشتر شبیه یه موجود زنده است که تو هر جای یه جور رشد میکنه. تاریخ، فرهنگ، ساختارها همه چی روش اثر میذاره. خب پس بیاین از همین ریشه ها شروع کنیم. متن میگه سنت های اولیه خیلی مهم بودن. مثلا تفاوت اروپا و آمریکا، این خیلی جالبه. چطور گذشتهشون اینا رو انقدر متفاوت کرد؟ آره، ببینید تو اروپا بنیانگذارا حتی وقتی میخواستن جمهوری بسازن نمیتونستن اون گذشته مثلا فئودالی یا سلطنتی رو کلاً بندازن دور. قدرتشون یه جورایی به اون ساختارهای قدیمی وصل بود. باید باهاش کنار می اومدن وگرنه ثبات به هم میریخت. اما آمریکا فرق داشت. اونا بیشتر حس شروع از صفر داشتن، یه جور آزمایش جدید. مجبور نبودن اونقدر به سنت‌های کهن اروپایی خب احترام بذارن یا درگیرش باشن. آها، و این تفاوت تو نقطه شروع رو جاهای دیگه هم می‌بینیم حتما. مثلا هند و فیلیپین که مقایسه شدن. هر دو مستعمره بودن، ولی مسیرشون خیلی فرق کرد. چرا اینجوری شد؟ دقیقاً. اینجا دیگه نقش فرهنگ و اون ساختار اجتماعی خیلی پررنگ میشه. هند خب اون سنت خیلی قدیمی کاست رو داشت، یعنی اون تقسیم بندی اجتماعی ارثی. این باعث شد بیشتر بره سمت یه دموکراسی با گرایش سوسیالیستی. یه بوروکراسی قوی درست شد که کلی مشکل اقتصادی درست کرد. البته اون میراث حقوقی بریتانیا کمک کرد خود دموکراسی بمونه. پس مشکل اصلی هند شد اقتصادی. عمدتاً بله. اما فیلیپین یه میراث دیگه‌ای داشت. فرهنگ سیاسی اسپانیایی، قدرت متمرکز، گاهی وقتا زور، خانواده‌های قدرتمند محلی، این باعث شد مشکل اصلی فیلیپین بیشتر سیاسی باشه. زمینه آماده شد برای دیکتاتوری مثل مارکوس. جالبه ها، یعنی ریشه‌های متفاوت مشکلات متفاوتی هم ساختن. همینطوره. و نکته جالبتر این که هر دوتاشون با این مشکلات کاملا متفاوت تو دهه 90 میلادی تونستن یه جورایی مسیر رشد اقتصادی رو پیدا کنن. خب پس فقط تاریخ و فرهنگ نیست، ابزارها هم فرق داشتن. متن به نقش فناوری اشاره میکنه. یعنی واقعا فرق داره دموکراسی که با برگه رأی دستی راه افتاده با اونی که با کامپیوتر و تبلیغات تلویزیونی شروع شده؟ بله، فرق داره و این میتونه به نفع دموکراسی‌های جدیدتر هم باشه. اونا میتونن از مشکلات قدیمی‌ها درس بگیرن. مثلا چی؟ مثلا احتمال تقلب تو شمارش دستی رأی‌ها یا اون هزینه‌های خیلی سنگین و نابرابر تبلیغات سنتی. فناوری‌های جدید میتونن کمک کنن به شفافیت، به کارآمدی، البته اگه خب درست استفاده بشن. درسته. و خود اون نقطه شروع سیاسی هم که یکی نبوده اصلاً. انگلیس تدریجی دموکراتیک شد، آمریکا از یه اتحاد ایالتی در اومد. آره. یا مثلا ژاپن و آلمان که بعد جنگ جهانی دوم خب دموکراسی بهشون تحمیل شد یه جورایی. هند و کانادا و استرالیا بعد استقلال شکل گرفتن و خیلی از این دموکراسی‌های جدیدتر هم که از دل دیکتاتوری در اومدن. دقیقاً. بعضی وقتا حتی با یه سری توافق‌ها برای بخشش مقامای قبلی، یعنی یه جور مصالحه می‌کردن که انتقال قدرت آروم باشه. که خودش باز یه عامل تاثیرگذار دیگه است روی کیفیت اون دموکراسی. قطعاً. میرسیم به عامل بعدی، یعنی وضعیت اقتصادی اولیه. اینم خیلی مهمه. کره جنوبی و تایوان رو نگاه کنین، وقتی داشتن دموکراتیک می شدن، بازارهای نسبتاً پیشرفته‌ای داشتن، اما خب درگیر فساد دولتی گسترده هم بودن. حالا اینو مقایسه کنید با اروپای شرقی یا آسیای میانه بعد فروپاشی شوروی. آها، اونا وضعیتشون خیلی فرق داشت. خیلی بازارهای خیلی ضعیف، نفوذ شبکه‌های قدرت قدیمی که بعضاً بهش میگن گانگستریزم سیاسی، یعنی استفاده از روش‌های مافیایی تو سیاست. فرهنگ کارآفرینی هم قوی نبود. این نشون میده چالش‌های اقتصادی چطور مستقیم میتونن رو کیفیت دموکراسی اثر بذارن. و خب میرسیم به الان.
همین الانش هم سیستم‌های تصمیم گیری خیلی با هم فرق دارن. اون تفاوت اصلی بین نظام پارلمانی و ریاستی که خب خیلی واضحه. بله، توی پارلمانی نخست وزیر از دل مجلس میاد و بهش جواب میده. تو ریاستی رئیس جمهور مستقیم انتخاب میشه و قدرتش جداست. ولی فقط این نیست. قوانین مربوط به احزاب، لابیگری، این که اصلا مردم عادی چقدر ابزار و حق دارن که روی سیاست‌ها اثر بذارن، اینا هم خیلی متفاوته. دقیقاً. خب، پس با همه اینا نتیجه اصلی چیه؟ انگار نمیشه یه نقشه راه واحد برای یه دموکراسی عالی پیدا کرد. درسته. نتیجه کلیدی همینه. هیچ نسخه واحد و بهترین برای دموکراسی وجود نداره. ولی یه سری اصول مشترک هست حتما. مثلا حکومت قانون یا نمایندگی مردم. اینا انگار هسته اصلی هن. بله، اینا ضروری هن. اما اینکه این ایده ها چطور پیاده بشن، بی نهایت شکل میتونه داشته باشه. هر کشوری باید راه خودش رو پیدا کنه. و این یه سوال مهم پیش میاره برای هر کشوری. دقیقاً، که با توجه به شرایط خاص خودمون، تاریخمون، فرهنگمون، کدوم ویژگی‌ها و ساختارها واقعاً لازمه. کدوما فقط خوبه که باشن یا شاید حتی بعضیاش برای ما مناسب نباشند. نمیشه کورکورانه تقلید کرد. و این نکته‌ایه که می‌خوایم شما هم بهش فکر کنید. با این همه تفاوت و نقش مهمی که تاریخ و فرهنگ و اقتصاد دارن، آیا واقعاً یک کشور میتونه مدل دموکراسی یک کشور دیگر رو با موفقیت کپی کنه یا نه موفقیت همیشه به این بستگی داره که راه حل‌های بومی یعنی متناسب با همون شرایط خاص پیدا بشه؟ به نظر میاد جوابش خیلی ساده نیست.